یه ویدیو دیگه از من. اومدیم با یه ویدیو آشپزی. امروز میخوام که یه غذای دیگه، غذا که نمیشه گفت، دسر چوروس، یه دسر ایتالیاییه که شبیه بامیه خودمونه. به عنوان شیرینی هم مثلا میشه بهش نگاه کرد. و اینکه بریم که مواد لازم رو نشونتون بدم. خب آقا، ما مواد رو اینجا آماده کردیم. یه لیوان آب میخوایم، 2 لیوان آرد، 3 عدد تخم مرغ و 1 لیوان و نیم تقریبا شکر میخوایم، 4 قاشق غذاخوری کره که من کره آب شده بودش استفاده کردم، 1 قاشق و 2 قاشق انگار قاشق چایخوری نمک و وانیل، حالا یه بسته از اینا، یا 1 قاشق تقریبا چای خوری و 1 قیف پلاستیکی و یه ماسوره واسه اینکه مثل بامیه بتونیم در بیاریم. خب حالا بریم آماده کنیم اینا رو. خب آقا، ما اینجا قابلمه گذاشتیم، زیرش رو روشن میکنیم، 1 لیوان آب میریزیم، 4 قاشق غذاخوری روغن، بعد 1 لیوان و نیم تقریبا شکر بهش اضافه میکنم. داریم تا جوش بیاد. هر وقت جوش اومد بهش آرد و وانیل و نمک رو بهش اضافه میکنیم. خب همینطور که میبینین جوش اومدش، بعد هم بزنیم تا شکر آب بشه. 2 لیوان آرد رو به محلولمون اضافه میکنیم. بعد قشنگ هم بزنیم تا لکه نشه. خب آقا، وانیل هم بهش اضافه کردیم. الان باید زیرش رو کم کنیم، هم بزنیم تا خمیر ما تقریبا صفر بشه. خب آقا، به مدت 1 دقیقه الان خمیر ما روی گاز بودش و تقریبا خوبه دیگه. بعد به این سفتی برسه که از قیفمون هم در بیاد. اینو از روی حرارت ور میداریم، خاموشش میکنیم و هم میزنیم و منتظر میشیم یکم سرد بشه و تخم مرغامونو بهش اضافه میکنیم. خب آقا، فعلا 5 دقیقه گذشته. دارم این گلوله هایی که مال آرد بوده اینا رو همه رو باز میکنم با این ته کفگیر و اینکه منتظرم تا قشنگ سرد بشه تا تخم مرغاشو بزنید، چون اگه گرم باشه تخم مرغ توش سفت میشه. ولی خب مواد ما تقریبا سرد شدش، خیلی سردم نباید بشه دیگه، ولی دماش دمای متعادلیه. تخم مرغامون رو دونه دونه بهش اضافه میکنیم. همشو با هم دیگه نزنید، باید دونه دونه بهش اضافه شه، هم بخوره باز دونه، باز بعدی تخم مرغ بعدی. تخم مرغ اول رو اضافه میکنیم، کاملا هم میزنیمش. تخم مرغ دوم رو بهش اضافه میکنیم و تخم مرغ آخری و سومی رو بهش اضافه میکنیم. خب آقا، من اینه یکم با همزن بقیه هم زدم، یکم سفت‌تر شدش. این شد بافت ما، یکم فقط حباب داره، باید هم بزنید تا حباباش خارج شه. و اینکه میریزم توی قیف، روغنم میذارم کامل داغ بشه، چون این کره و تخم مرغ داره، اگر داغ نباشه توی روغن باز میشه. ولی روغن میذارم کاملا داغ شه، میریزم توی قیف. تیکه های 10 سانتی، بازم بستگی به خودتون داره، ولی تیکه های 10 سانتی میبریم. 10 دقیقه زمان طول میکشه تا بپزه دیگه. 10 دقیقه که کامل شد، هی با قاشق باید این ور اون ورش کنی تا کلا همش مثلا سرخ بشه، روهاش همش سرخ بشه. که بریزیم توی قیف،
قیف گذاشتم توی لیوان بریزیم. باید غلظت خمیرتون جوری باشه که وقتی میخوای مثلا از قیف خارج شه شکل ماسوره روش بیفته، یعنی توی روغن باز نشه. این قیف ما که پر شدش، این شده از قیف ما. بریم تا روغن کامل داغ شه بریزیم. خب آقا من روغنم داغ شدش. الان تیکای 10 سانت 10 سانت اینطوری میبرم. میذارم تا کامل اینا سرخ بشه. آقا ما اون قیف یک بار مصرف اون پاره شد. این قیف رو برداشتم، این کوچیکتره ولی بهتره، پاره نمیشه. بریم دوباره امتحان کنیم چی میشه. این خیلی بهتره قیفش. بزن تو روغن. باید یکم قیچیمون رو تو روغن بزنیم تا قیچی به خمیر نچسبه. و اینا رو میذاریم سرخ شه، باز دفعه بعدی بریزیم که جا داشته باشه. خب اینا که سرخ شد میندازیم توی این شکر و دارچین، قشنگ قلدش میدیم تا بهش بچسبه. بریم تا اینا سرخ شه بندازیم تو شکر و دارچین. خب آقا بیا نزدیک. اینا سرخ شد، یکم زیادی سرخ شد. حالا میندازیمش توی این شکرها، میندازیمش توی شکرها قشنگ تا گرمه رو شکر میزنیم تا بهش بچسبه. میذاریم داخلش باشه. باز اینا رو خارج میکنیم، دور بعدی رو میریزیم. خب دور بعدی رو میخوایم بریزیم. اول قیچیمون رو میذاریم تو روغن، خمیرمون رو از توی قیف اینطوری به صورت صاف، ها این تهش یکم اینطوری قشنگ راحت میزنیم. و این مقداری هم که من گفتم کلی باش میتونی درست کنی. بریم تا اینا هم بریزیم توی شکر. خب آقا فعلا انقدر تونستیم درست کنیم. خیلی طول میکشه، هر کدوم 10 دقیقه. قابلمه هم کوچیکه به خاطر که روغن کمتر مصرف بشه. از اینجا میریزم تو شکر، باز از توی شکر میذارم توی این. آقا خیلی خوشمزه. یه دونه من تست کردم واقعا خوشمزه. حالا میریم تستش هم با هم دیگه میگیره، ولی واقعا خوشمزه. خیلی هم ترده هم نه خیلی شیرینه، خیلی خوشمزه است دیگه. یه طعم متفاوته، با مثل بامیهای ما نیستش اینطوری شیره‌ای باشه نرم باشه، خیلی ترده. اینا منو برداریم بذاریم توی شکر، باز بذاریم اینجا. 4 ساعت گذشت از اون موقعی که من آخرین و اولی انداختم. کمرم واقعا درد میکنه دیگه. بقیهش هم این مدلی زدم دیگه. اینم وضع اینجاه، خیلی سخته و طول میکشه. بقیهش هم اینطوری زدم بودم، اینطوری هم آسان‌تره هم خوشگل‌تره. کمرم شکست دیگه. آخرای مواد به اینجا رسیده. خیلی زیاد شده بود اون 2 لیوانی که ریخته بودم، ولی انقدر تقریبا دادش. تقریبا فکر کنم 10 تا دیگه هم بده. ببینیم چی میشه. تموم شه بریم تستش کنیم. این شد نتیجه کار. نزدیک 4 ساعت و نیم، 4.5 ساعت طول کشید. کمرم درد گرفتش دیگه.
خیلی روغن استفاده کرد دیگه، ولی ارزششو داشت، خیلی خوشمزه بود. یه دونه تست کردم. حالا بریم با هم دیگه تست کنیم. این شد نتیجه کار. این مدلی، اینم این مدلی درست کردم. من یکم گذاشتم برشته تر شه دیگه، باز بعضیاشو مثل این یکم زودتر برداشتم. بستگی به سلیقه خودتون داره دیگه، ترتر بخوان یا نرمتر. ولی کلا اینا رو وقتی از روغن میاری بیرون، خودش خود به خود یعنی یکم سفت میشه. و اینکه باید حتما خمیرتون سفت باشه. من خمیرم سفت نبودش، یعنی اون 2 لیوان آرد دیگه که گفتم و کمتر ریخته بودم، سفت نشده بود، باز میشد دیگه، مجبور شدم باز دوباره درست کنم بریزم توش، طول کشید دیگه. حالا بریم هم دیگه تست کنیم. خوشمزه، خیلی خوشمزه. توردم هستش مثلا مثل بامیه تقریبا دیگه، ولی با فرق بامیه و با این، اون بامیه یکم بافتش نرمتر توی شیره میندازم، ولی این خیلی از بامیه خوشمزه تره. مثل بامیه ترکی ها میمونه که توی فر درستش میکنن. آره دیگه، خلاصه این خیلی خوشمزه بود، حتما تستش کنین. و اینکه تو کامنت ها بگین غذای بعدی چی باشه. در آخر لایک و سابسکرایبتون نره. تا ویدیو بعدی، خدافظ.